درود بر شما هموطنان عزیزم، امیدوارم همگی خوب باشید. هر شود که یه مدت پیش، چند ماه قبل، من یه دفعه حواسم نبود، رفتم توی یه چاله، پا میخورده، کش اومد و تو بود با درد و یه کمی ورم. فرداش چند تا از بچه‌ها دیدن که من یه خورده کج و کله راه میرم، گفتن چی شده؟ گفتم که مچ پام مشکل پیدا کرد. بچه‌ها گفتن کفشتو در بیار، جورابتو در بیار و شروع کردن معاینه و کشیدن و جا انداختن. غروب اون روز تمام پای من کبود شد. کارم کشید به دکتر، آتل بستن، گفت اگه خوب نشی باید گچ ببندی. جمع بندی. نتیجه میگیریم که همینجوری مشورت ندیم و اگه خواستیم که مشکلی برامون پیش اومد به متخصص مراجعه کنیم برای اینکه گرفتاریمون بیشتر نشه. حالا اگر شما دچار کمردرد شدید چیکار میکنید؟ خاله، عمه، باجناق، جاری اینا به شما میگن یا پیش متخصص میرید؟ اگه کمردرد داشتید و قرار شد که حرکات اصلاحی کنید کمرتون خوب بشه، لطفاً به صحبت‌های آقای دکتر بهروز جعفری، دکترای حرکات اصلاحی و آسیب‌های ورزشی توجه کنید. آقای دکتر جعفری در خدمتیم. با عرض سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با تشکر از شما. خب موضوع امروز در رابطه با کمردرد هست که بسیار شایع است و اکثر افراد هم تجربهش کردن. کمردرد علتهای خیلی زیادی میتونه داشته باشه که فقط مربوط به دیسک کمر و ستون فقرات نیست. مسائلی مثل لایف استایل، مثلا زیاد نشستن و زندگی ساکن و مصرف دخانیات، یا اینکه بیماری‌های زمینه‌ای مثل دیابت و فشار خون و حالات روحی مثل استرس، اضطراب، همه اینها میتونه باعث ایجاد کمردرد و تشدید کمردرد بشه. امروز قراره یه سری از تمرینات اصلاحی برای کمردرد بهتون آموزش بدم که حتما دقت کنید که افرادی که کمردرد دارن و پزشک بهشون توصیه کرده که ورزش انجام بدن، این تمرینات مناسب اون افراده یا افرادی که میخوان از کمردرد خود در آینده پیشگیری بکنن. برای انجام این تمرینات من امروز از دوست عزیزم علی آقا دعوت کردم که تشریف بیارن با هم تمرینات رو انجام بدیم. خیلی ممنون. بفرمایید. قبل از اینکه تمرینات رو شروع کنیم من یه نکته بگم، چون ما تنوع زیادی کمردرد داریم و کمردرد توی افراد مختلف متفاوته، حتما به این نکته دقت بکنید. ما یه واژه‌ای داریم به نام تست ریتست. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یه حرکت ورزشی رو انجام میدیم و مثلا 10 تکرار انجام میدیم، بلند میشیم از جامون، شروع میکنیم به راه رفتن، یه چند قدم راه میریم، برمیگردیم و مجدد ببینیم وضعیتمون چطور شد، اون حرکت رو انجام دادیم. اگر وضعیتمون بهتر شد یعنی این حرکت مناسبی است واسه ما، ولی خب اگر دیدیم وضعیتمون چندان بهتر نشد و حتی اون دردمون بیشتر شد، نشون میده که این حرکت مناسبی نیست و باید اونو از برنامه‌مون حذفش بکنیم. خب اولین تمرینی که من میخوام امروز بهتون آموزش بدم تمرین بسیار مناسبی هست برای تقویت عضلات عمقی تنه، اون عضلاتی که چسبیدن به ستون فقرات و عضلات کف لگن. خب برای انجام این تمرین باید تو همین حالت روی زمین دراز بکشید، زانو باید 90 درجه باشه و ران هم باید 90 درجه باشه. باید پاتون رو به این صورت قرار بدید روی یه دونه صندلی، پاشنه پا رو روی صندلی فشار بدید و یه دونه بالشت بین زانوها قرار میدید، زانوها رو هم به این بالشت فشار میدید و یه مقدار خیلی کم لگن رو از روی زمین بلند میکنید. توی این وضعیت همینطوری ثابت میمونید، شروع میکنید به نفس کشیدن. دستا هم باید تقریبا همینطوری باز باشه. شروع میکنید به نفس کشیدن. دقت کنید موقع نفس کشیدن قفسه سینه نباید بیاد بالا، باید این قسمت شروع کنه به باز شدن و بالا اومدن. درسته، هم دنده ها هم ناحیه قسمت شکم شروع میکنه به باز شدن و برجسته شدن، نفسای عمیق و این وضعیتی که پاشنه پا رو فشار دادیم، زانوها رو فشار دادیم و لگن رو آوردیم بالا رو برای 30 ثانیه نگه میداریم و آروم میریم پایین، استراحت میکنیم چند ثانیه، مجدد این تمرین رو انجام میدیم. خب بفرمایید زحمت بلند شید.
یه موردی که توی بدن ما وجود داره بعضی از مفاصل توی بدن ما نسبت به مفاصل دیگه بیشتر فعال هستن و بیشتر تحرک دارن. مفاصل ناحیه کمر جزو این مفاصلی هستن که ما تو طول روز زیاد ازشون کار میکشیم، خم میشیم، به چپ و راست میچرخیم، همه اینا توی ناحیه کمر ما هست و میاد تحرک خیلی زیادی رو متحمل میشه. در مقابل مفصل ران و این قسمت پشت دچار کم تحرکی میشن و این کم تحرکیه باعث میشه که فشار بیشتری روی کمر باشه و در آینده ما دچار کمردرد بشیم. برای پیشگیری از این موضوع من 2 تا تمرین بهتون آموزش میدم. اولین تمرین برای تحرک بیشتر مفصل ران. تو همین حالت میشینید، کف پا رو روی زمین قرار میدید و به همین شکل پاها رو به سمت چپ و راست حرکت میدید. حتما تلاش کنید که زانوهاتون به زمین برسه. این تمرین رو باید 20 تکرار انجام بدید و برای سخت‌تر کردن این تمرین دستا رو از روی زمین برمی‌داریم به همین صورت و تمرین رو انجام میدیم. این تمرینی است که باید هر روز انجامش بدید. بسیار عالی. خب تمرین بعدی برای افزایش تحرک تو ناحیه پشت هست. یه دونه بالش زیر سرمون میذاریم، به همین حالت روی زمین دراز میکشیم، زانوها رو خم میکنیم، 2 تا دستا رو روی هم قرار میدیم و دست بالا رو شروع میکنیم به حرکت دادن تا انتهای دامنه میبریم. حتما دقت کنید که لگن و کمر باید کاملا صاف باشه و تحرکی نداشته باشه. بسیار عالی و میریم سراغ تمرین بعدی. خب این چوب رو به همین صورت میگیریم، چوب رو فشار میدیم به لگن و لگن رو میبریم سمت عقب. باید حتما دقت کنید کمر صاف باشه و حرکت از لگن باشه. امیدوارم این تمرینات براتون مفید بوده باشه.